این بهترین رسیپی کیک خیس شکلاتیه. انقدر خوشمزه و خوشبافته که مطمئنم عاشقش میشید. درست کردنش هم خیلی راحته. بریم با هم درستش کنیم. برای درست کردنش فقط کافیه تخم مرغ، وانیل، شکر رو 3 دقیقه با هم زن بزنید تا مخلوط کاملا روشن و کشدار بشه. روغن و آب ولرم رو اضافه کنید و 10 ثانیه هم بزنید. توی یه ظرف جدا مواد خشک رو با هم مخلوط کنید و طی 3 مرحله اضافه کنید تا مایه کیک کاملا یک دست بشه. کف قالبتون رو کاغذ روغنی بندازید و مایه رو اضافه کنید. با خلال دندان حباب‌های اون رو بگیرید. بذارید در فر از قبل گرم شده تا کاملا بپزه. بعد از پخت کیک و کاملا خنک شدنش روش رو سوراخ سوراخ کنید تا سس شکلاتی راحت تر وارد بافت کیک بشه و کیک کاملا خیس و مرطوب بشه. برای درست کردن سس شکلاتی شکر، پودر کاکائو، شیر رو بذارید روی حرارت تا شکر و پودر کاکائو توی شیر حل بشن. نیازی به جوش خوردن نیست. حالا سس شکلاتی گرم رو روی کیک میریزیم و اجازه میدیم کاملا به خورد کیک بره. برای لایه گاناش هم فقط کافیه خامه رو بذارید روی حرارت ملایم تا گرم بشه و بعد شکلات رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا شکلات کاملا ذوب بشه.
و اینم نتیجه کیک خیس شکلاتی ما، یک کیک نرم، مرطوب و پر از طعم شکلات.